به نام خداوند بخشنده مهربان، شهریار توکلی هستم، مدیریت وبسایت سئو و بهینه‌سازان وب ایران. در این آموزش ما قصد داریم یه توضیح اجمالی و حالا یک آموزش که به صورت زنده هست، یعنی اینکه همزمان بدون اینکه چیزی رو آماده کرده باشیم توضیح رو بدیم در مورد اینکه چطور ارزش یک دامنه و ارزش یک پست رو از نظر moz.com یا همون پیج آتوریتی بالا ببریم، و یا اگر معنی فارسیشو بگیم چگالی یک صفحه رو چطور سنگین تر بکنیم. خب اگر که یک مطلب رو بخوایم داخل یک وبسایت قرار بدیم بر اساس آموزش‌هایی که ما در سئو بهینه‌سازان وب ایران قرار دادیم، یه سری پارامترها داره که این پارامترها باعث میشه که شما زودتر در گوگل ثبت بشید و همینطور اینکه بتونید کاربرای بیشتری رو جذب کنید، کلمات کلیدی بیشتری رو مورد پوشش قرار بدید، که معمولا حتی در وبسایت‌های مثل سئو و بهینه‌سازی، که حتی وبسایتی که حالا مثل خود ما بر اساس کمبود وقت و یا اینکه نبود نویسنده‌های زیاد در این وبسایت‌ها، این موارد زیاد پیگیری نمیشه، و در وبسایتی که وبسایت فناوری هستن معمولا چنین امکاناتی پیاده سازی میشه و به علت زیاد بودن نویسنده ها این مطالب نیز خودش رو خیلی بیشتر نشون میده و شما میبینید که این وبسایت ها حتی در دیگر کلمات کلیدی که اصلا ربطی مطالب نداره هم دارن جذب ترافیک میکنن، که اون وبسایت بیشتر وبسایت های سبز هم شناخته میشن که مطالبشون همیشه بدون تاریخ میتونه قابل استفاده باشه، با اینکه یک فناوری داره صحبت میشه و یک عمری داره. خب ما یک توضیح رو قبل از اینکه این پروسه رو انجام بدیم براتون توضیح میدم که بیشتر در مورد دامنه و ارزش یک دامنه اطلاع جذب کنید. هر وبسایتی دارای دو تا ارزش از نظر moz.com هست که به وسیله تولبارش و افزونه هایی که داره بررسی میشه و میتونید اون رو استفاده بکنید. یکی این که ارزش خود دامنه هست که بر اساس یک سری پارامترهایی که هیچ جا گفته نشده و بر اساس تجربه های شخصی افراد بررسی میشه و داخل اینترنت میاد که بیشتر اونا بر اساس آزمون و خطا هست. بالا بردن ارزش دامنه بر اساس تجربه شخصی بنده تو این چند سال، یک اینه که عمر دامنه بالا بره، دومی که وبسایت بروزی باشه، سوم یک سری پارامترها در صفحه اصلی از جمله اشتراک گذاری ویدیو و صوت از شبکه‌های اجتماعی بزرگ مثل توییتر و هر چی که نزدیک به گوگل هست مثل پلاس گوگل یا یوتیوب، به علاوه اینکه لینک های زیادی و بک لینک های زیبا. من دوباره اینجا رو تاکید میکنم، بک لینک هایی که ارزش دارن به این دامنه ارجاع داده بشن. حالا میتونید در مورد بک لینک داخل وبسایت خود سئو بهینه‌سازان جستجو بکنید و بیشتر اطلاع جذب کنید. خب میخوام که یه سری جستجوها رو انجام بدیم، بعد به وسیله این جستجوها ما یه سری توضیحات رو بدیم. با جستجویی که انجام دادیم و مطالبی رو که طی کردیم متوجه شدیم که یه سری پارامترها در وبسایت‌های همنام هم میتونن به ما کمک بکنن. از جمله یکی دامنه بود که تازه توضیح دادم، که فقط آخرین مطلبشو بگم، دریافت بک لینک و دریافت تبادل لینک داخلی که میتونه به شما کمک بکنه که سئو یک دامنه رو بالا ببرید از نظر moz.com و اینکه یه سری پارامترها بگید. قبل از اینکه توضیحات کاملتر بکنیم و در مورد مطالب دیگه بیشتر صحبت بکنیم، حتما بهتون پیشنهاد میکنم که موزبار رو روی فایرفاکس و گوگل کرومتون نصب بکنید تا بتونید یه سری اطلاعات رو بگیرید. واسه این اطلاعات شما هم میتونید تجربه کسب بکنید، هم میتونید یک کنترل داشته باشید. مطمئنا یک فرد حتی خیلی هم حرفه‌ای باشه نمیتونه تمام ابعاد یک وبسایت رو مثل یک ربات تحت پوشش قرار بده. خب ما اولین مطلبمون رو که یک مطلب از خود سایت ما هست رو بررسی میکنیم و نقایص و ویژگی های اون رو مطرح میکنیم. خب
برای اینکه مطلب ما دارای چگالی خیلی بالاتری نسبت به مطالب دیگر داشته باشه، حتی وبسایتی که رقیب ما هست، شما باید یک سری موارد رو برای یک کاربر قرار بدید که کاربر نسبت به وبسایت شما راضی باشه. یک سری موارد هم باید برای یک فرد یا اون ربات که از یک جستجوگر به وبسایت شما میاد هم قرار بدید تا اون هم سری اطلاعات از پست شما بگیره. یعنی که دلیل اولش اینه که لینک شما، حالا چه لینک شما انگلیسی باشه چه فارسی باشه، حتما سعی بکنید که با تیتر وبسایت شما یکی باشه. این خیلی بهتون میتونه کمک بکنه در بالا رفتن این حالا این رتبه و این امتیاز. و همین که در جستجوها در طبق مقالات قبلی که دادیم خیلی کمک میکنه که در شما در جستجوهای اول باشید، مخصوصا تک کلمه و دو کلمه جستجو کردن. دومین مورد که مطالب شما حتما باید دارای تصاویری باشه که حالا از طرف شما یا از طرف وبسایت های دیگه که میگیرید با ذکر منبع در داخل وبسایت قرار بگیره. این تصاویر هم برای کاربر بسیار زیباست، همین که کاربر میتونه اون مطالب رو کاملتر ببینه و میتونه اون مطالب رو بیشتر درک بکنه، شکل زیباییش. و همین که شما علاوه بر این که در قسمت متنی وبسایت مثلا گوگل رو مثال میزنم، این تمام جستجوگرها وقتی اونجا ثبت میشید، در قسمت تصاویر هم اگر کسی شما رو جستجو بکنه مطمئنا از تصاویر وبسایت شما هم استفاده خواهد کرد. فقط نکته رو مد نظرتون داشته باشید که حتما برای تصاویرتون مثل این تصویری که الان میبینید آلت تعریف کنید و اطلاعات رو قرار بدید. خب سعی بکنید در دوست مطلب اولتون بیخیال سلام علیک کردن بشید و سعی بکنید کلماتی رو مد نظر بگیرید که اون کلمات در جستجوهای شما بیشتر نمایان میشه. چند تا پارامتر داره چرا باید این کار رو بکنیم. اصلا این که مطالب همه وبسایت ها توی صفحه اصلی ثبت میشه. بیشتر وبسایت هایی که بلاگ هستن مطالبشون در صفحه اصلی ثبت میشه و صفحه اصلی شما به علت اینکه دارای چگالی سنگین تری هست و عمر بیشتری نسبت به صفحات دیگر وبسایت شما داره، مطالب زودتر ثبت میشه و مجموعی از کلمات کلیدی و بولد شده‌ای که در صفحه اصلی هست باعث میشه که صفحه شما طبق یک بازه زمانی به رتبه‌های بالاتری رجوع بکنه و در جستجوی اولیه دیده بشه. و سعی بکنید کلماتی که واقعا نیاز وبسایت، مثل طراحی وبسایت که ما میخوایم از داخل این یک مارکتینگ داشته باشیم یا شبکه‌های اجتماعی یا SEO، این کلمات بولد بشن و چقدر خوب هست این کلمات مطمئناً برای بالا رفتن چگالی لینک بشن. خیلی از این موارد خیلی چیزای ساده‌ای هستن که همه مقالات داخلشون هست ولی توی مقالات تو سایت‌های ما استفاده نمیشه، مخصوصا استفاده از رنگ‌های دیگه و لینک دادن اون رنگ‌ها، مثل این رنگ قرمز که می‌بینید برای SEO و جامعه بهینه‌سازان وب ایران که لینک داده شده به صفحه خاصی. و رجوع این مطالب به مطالب دیگر یکی از پارامترهایی هستش که باعث بالا رفتن پیج آسیبیلیتی میشه، که میتونه مثلا به صورت مثال میزنم، من در مورد گراف فیسبوک صحبت کردم و میتونم این کلمه گراف فیسبوک رو که قبلا یک مقاله رو دادم برای دو صورت، یک برای یک جستجوگر که از این دامنه به دامنه دیگری بره و نذارم زود از سایت من بیرون بره و تمام مطالب من رو و مطالبی که شبیه مطالب من هست هم در جستجو قرار بده و هم یک کاربر بدونه که اگر این مطلب در جای دیگه میتونه تکمیل تر هم بوده باشه و اون هم مشاهده بکنه، که میتونه مثلا این لینک رو ببینید یا در یک متنی لینک دادن به یک مطلب دیگه و استفاده از تصاویر متعدد. تا اینجا تمام وبسایت واقعا بهش نیاز دارن. یه سری از پارامترهای دیگه هست که ما در این مطلب میتونیم بهش اشاره بکنیم، اون هم پارامترهای اولویت بندی کردن مطالب وبسایت است که بر اساس اچ بندی ها این مطالب در وبسایت قرار میگیرن و مطالب زیر این مطالب هم یک جوری دسته‌بندی میشن. به صورت مثال میگم ابزارهای وبسایت های بررسی کننده SEO سایت در این مقاله به صورت خیلی زیبا و بولد شده که هم کاربر به صورت چشمی میبینه، هم گوگل و دیگر جستجوگرها
کاملتر میتونن بفهمن که اولویت مطلب شما بعد از تیتر شما که H1 می باشد اولویت بعدی چیه. خب خیلی ساده شما میبینید که کلمه هم بولد شده، یعنی که به فهمونده که این جمله بسیار مهمه، همین که این کلمه خیلی ساده بزرگتر و زیباتر شده. و بعد از اون هر بخشی به صورت H1 H2 H3 H4 تا H16 میتونه در مطالب قرار بگیره. خب اگر این مطالب ما رو ببینید از نظر متنی تا حدودی تکمیل هست، ولی یه چیزای خیلی کم داره که باعث میشه که این مطلب وبسایت ما دارای ارزش زیادی نباشه، که متاسفانه به علت کمبود وقت در وبسایت ما این چنین موردها هست که انشالله به مرور زمان با دریافت دیگر نویسندگان و فعالیت شما عزیزان متخصص این مشکل کاملا حل میشه. یکی مطلب که دارای 3 تا پارامتری که الان باید استفاده بشه نیست. یکی نبود ویدیو هست از شبکه‌های اجتماعی بزرگ، از جمله یوتیوب، مخصوصا یوتیوب، یعنی چیزی که هیچ وقت گوگل نگفته ولی به کرات به مرور میشه دید که وقتی که داخل یک مطلبی لینک داده میشه، یک ویدیویی داره به وسیله کد آی فریم یا هر کد دیگه ای مثل HTML5 قرار میگیره، فوق العاده گوگل به اون مطلب امتیاز بیشتری خواهد داد. یعنی واقعا 3-4 مرتبه میبره بالاتر. و همینطور هم مقاله قبلی که ما دادیم در مورد عامل افزاینده سئو در اشتراک گذاری ویدیو، شما علاوه بر اینکه یک مطلبی اینجا قرار میدید، یک ویدیویی در یوتیوب قرار میدید که لینک هایی رو از یوتیوب هم به مطلب خودتون فراخوانی میکنید که باعث پیشرفت وبسایت شما نیز میشود و بک لینک های ارزشمندی رو دریافت میکنید. دومین مورد که اولین مورد که تکمیل کنم، اگر قابلیت اینه که یوتیوب قرار دادن ندارید، میتونید وسیله کد HTML5 هم ویدیو رو قرار بدید که خوشبختانه با اومدن کدای HTML5 راحت‌تر مرورگران میتونن بفهمن و ویدیو رو ثبت کنن. دومین مورد پادکست است. یه سری از فایل های صوتی که در شبکه‌های مثل سانکلاود منتشر میشه باعث میشه که پیشرفت بالایی در مطالب وبسایت شما قرار بگیره و همینطور نسبت به دیگر وبسایت ها دارای منبع و رفرنس بشید و بک لینک هایی رو دریافت بکنید. و سومین مطلب اینه که نبود منابع ارزشمند و رفرنس است. حالا به چند صورت. معمولا اگر این رفرنس ها رو شما به وسیله بدیج ها یا اون دکمه‌های کوچک پلاس رو اگه در نظر بگی، یک نوع بدیج هست. بدیج های دیگه مثل لینک دادن از پروفایل توییتر یک فرد یا لینک دادن از پلاس یک فرد و به علاوه اینکه اضافه کردن یه سری پارامتر از فیسبوک باعث میشه که برای هر کدوم از این شبکه‌ها دارای ارزش خیلی بیشتری باشه. همین 3 پارامتر خیلی کوچیک که دارای یه خورده زمان بیشتری نسبت به مطالب دیگه میبره باعث میشه که چندین مرحله شما نسبت به رقیبای خودتون بالاتر باشید. همینطور که در نظر داشته باشید ویدیو روز به روز نسبت به مطالب دیگر به علت کمبود وقت کاربران و سادگی دید اونا بهتره که قرار بگیره و پرطرفدارتر هم خواهد شد. خب اگر به پایین تر همین مطالب ما بریم، مطلب دیگه که باعث بهتر شدن یک وبسایت از نظر چگالی میشه مطالب سیمیلر پروداکت یا همون مطالب مشابه هست. حالا به چند صورت داخل وبسایت ها قرار میگیره که یک نوع پیشرفته اون میتونه ترک بک باشه. این مطالب به چند صورت میتونن ارزشمند باشن. یکی که شما دارید مطالبی که مربوط به مطلب وبسایتتون هست، مربوط به این مطلب هست رو لینک میدین و خب جستجوگران میبینن و دارای ارزش خیلی بالاست. و دوم اینکه کاربر میتونه به مطالب رفرنس دیگه و برای اینکه خودش تکمیل تر کنه بره. سوم اینکه به جستجوگر میفهمونید در گزینه‌های مثل ترک بک و اشتراک گذاری این ترک بک ها در اینترنت اینکه این مطلب نیز مشابه همین مطالب است. اگر شما در بعضی از جستجوها ببینید مطالب مشابه هم زیر وبسایت ها قرار میگیره که باعث حتی پیشرفت اون وبسایت هم نیز میشه. بعد
این سری پارامتر هست که توی بلاگ ها مخصوصا تو وردپرس و جوملا تو بعضی سیستم ها هستن. اگر نیستن حتما به اون اضافه بکنید. تا اینجا یه سری پارامترها بودن که شما اگر 100% از مطالب وبسایت های دیگه رو ببینید که در مورد سئو دارن بحث میکنن یا انجمن ها، همشون داخل خودشون این 4 مطلب و 5 مطلب رو به صورت تکمیلی قرار میدن که متاسفانه به وسیله وبسایت های بزرگ و کوچیک انجام نمیشه، به علت زمان زیادی میبره. همین پارامترهای کوچیک که میلیون ها تومان هزینه برمیداره و برای سئو سازی وبسایت شما اگر به وسیله یک مشاور انجام داده بشه، باعث میشه که سایت شما در کمترین مدت، مثل وبسایت هایی که ما درست میکنیم و بعد از کمترین مدت به حالت دستیابی به مبالغ مالی میرسند، میتونه پیشرفت بکنه. یعنی حتی من اگر بهتون قول میدم این وبسایتی که شما در روز چندین مطلب داشته باشه، مطالب واقعا به درد کاربر بخوره، با سری پارامترهای کوچیکی مثل همین اشتراک‌گذاری ویدیو رو انجام بده و صوت و پادکست رو، میتونه خیلی 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 ساده در رده‌های خیلی بالا در عرض 3 ماه برسه و بعد از 3 ماه میتونه حفظ بکنه. اینجا مهمه شما یادتون باشه رسیدن به پیج‌آزمایی 20 الی 30 در دامنه و یک مطلب به رسیدن به 16 کار زیادی نیست. البته مطلب همیشه بین 1 یا 2 الی 3 هستن، بعد از مدتی بر اساس ترافیکی که میاد، لینک هایی که میاد به سطح بالاتری میرسن. میتونه خیلی خیلی راحت بعد از 20 25 30 این پیج‌آزمایی رو بعد از 6 الی 7 ماه به 45 65 برسونه. بعد از اون به 65 رسوندن مطمئن باشید که دیگه مطالب شما حتی کپی برداری هم بشه، با اینکه این هم الگوریتم اومده، دیگه واقعا اون وبسایت بالا نخواهند اومد و مطالب شما در کمترین مدت ثبت خواهد شد، نسبت به رقیبان شما بالاتر خواهد رفت. فقط این نکته آخر رو من در این آموزش ساده به شما بگم، بیخیال لینک هایی که از پلاس گوگل، مخصوصا ایمیل هایی که از پلاس گوگل ارسال میشه نشید. بیخیال لیست های توییتر نشید، مخصوصا لینک هایی که در توییتر اشتراک پیدا میکنه. بیخیال فیسبوک و گراف فیسبوک نشید، مخصوصا لینک هایی که در فن پیجشه. در انجمن ها که فعالیت میکنید برای خودتون امضا بذارید، در مطالبش لینک بدید. تصاویری که میذارید با یک کمی وقت میتونید در پینترست و شبکه‌های اجتماعی دیگه به صورت آلبوم و تگ عکس قرار بدید و حتما برای خودتون چنل داخل وبسایت آپارات و یوتیوب و ویمو، دیگر شبکه‌هایی که به شما کمک میکنن درست بکنید. این چنل ها با بازدهی شما رو چندین برابر میکنن در روز. شبکه لینک اینو حتما در نظر داشته باشید. شاید تا چند سال پیش هیچ وقت داخل ایران هیچ کاربری ثبت نام نمی‌کرد، ولی با این الگوریتم‌های جدیدی که وبسایت ارائه داده و افراد به صورت حالا داخل آیتی به این میگن به صورت حالت ویروسی همدیگه رو لایک میکنن، حتی بیشتر از این که تمرکز داشته باشن فقط همدیگه رو دنبال میکنن یا فالو میکنن، باعث شده که مطالب این شبکه بسیار ارزشمند بشه، مخصوصا در زمینه کارآفرینی و موارد دیگه. این سری پارامترها بودن که اگر در مطالب شما اجرا بشه، مطمئنا زمان ثبت شدن شما داخل گوگل خیلی کمتر خواهد شد، مطالب شما نسبت به وبسایت دیگه بالاتر خواهد رفت. امیدوارم که موفق باشید. فقط یادتون نره که قسمت‌هایی از وبسایت ما قرار گرفته به نام مقالات ترجمه شده سئو موز که یکی از بزرگترین رفرنس های فارسی داخل اینترنت به زبان فارسی هست، که از معتبرترین ترجمه های از وبسایت موز هست که بالای میلیون ها بازدید از خود moz.com مطلب انگلیسیش رفته و ما این مسئولیت رو تقبل کردیم که به ترجمه فارسی وبسایت رایگان در بیاریم که ان شاءالله به زودی تبدیل به کتاب هم میشه. فقط یک پارامتر بود که آخر این مطلب من بهتون بگم، قرار دادن لینک دانلود مستقیم یک فایل PDF از یک مطلب باعث بالا رفتن رتبه شما میشه و به جستجوها و دریافت لینک شما در شبکه‌های اجتماعی و همینطور در جستجوگرها هم کمک میکنه، مخصوصا در بعضی از جستجوها در وبسایت هایی که کتابیاب هستند باعث دریافت یک بهینه‌سازی و بکلینک خیلی جذاب و خوشمزه میشه. موفق باشید.
سایت ما سر بزنید، سئو کامیتی داتایار، یا میتونید بزنید سئو و بهینه سازان وب ایران در داخل گوگل. با تشکر، خدا نگهدار.